فیبوناچی اصلاحی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکاله. باهاش میتونیم بفهمیم بازار کجا ممکنه برگرده یا اصلاح کنه. این ابزار بر اساس نسبت‌های ریاضی و اعداد فیبوناچی طراحی شده. در متاتریدر هم خیلی راحت میتونید رسمش کنید. وارد منوی اینزرت بشید، گزینه فیبوناچی و در نهایت ریتریسمنت رو انتخاب کنید. بعدش اوج و کف حرکت قیمتی رو انتخاب کنید و به هم وصل کنید. تو موج صعودی فیبوناچی رو از کف تا سقف میکشیم. تو موج نزولی از سقف تا کف. سطوح مهمش سطح 368% اصلاح کم عمقه، یعنی روند اولیه بازار هنوز قویه. سطح 38.2% نقطه ورود جذاب در جهت اصلاحه. سطح 50% به دلیل رفتار تاریخی بازار بسیار محبوبه. سطح 618% نسبت طلایی قیمته. اغلب از اینجا برمیگرده. سطح 786% آخرین فرصت اصلاح برای بازاره. فیبوناچی. حالا اگر دوست داری هر روز از این مدل تکنیکا یاد بگیری، لایک کن و نبض بازار رو سابسکرایب کن.